با سلام بچه امروز اومدیم با یه پک خیلی خیلی خوب. دوباره اومدیم این فوتبال پک بیکنبار که من خیلی بار زدمش ولی بهم هیچی نداده. حالا اومده بهمون بیکنبایر رو ورده 11 تا شانس همین الان از تو ایونت ها وردم. ببین من اگه مودریچ بده یا رشفورد بده یا دیویس بده من هیچی اوکی ام. خب ولی دیگه نه یا مثلا این آخری های یه ستاره رو بده. ببین 11 تا از اینا چیدم، 11 تا اینا پوش سر هم چیدم که بیام یا بکنبایر رو بگیرم یا بیام دیویس، رشفورد یا مودریچ. فقط واسه همینا اومدم. ببین بازیکن‌های دیگه هم مثلا سوارز اینا بدیم بازم به دردم نمیخوره ولی میگم بفروشم. حالا بریم بزنیم 11 تا شانس داریم واقعا. خدایا یه بکنبایر، یه مودریچ، یه چی بده. اولین بارمون رو بزنیم. 10 بار دیگه دارم. اوف یه بازیکن خوب دارم. این موقعی که همین فروش می‌کنم یه بازیکن خوب دارم. حاجی نواسا مودریچ دو ستاره است. به دردم نمیخوره بچه. ببین من بکنبایر رو میخوام. یا بکنبایر یا مودریچ یا رشفورد یا دیویس. همین داداش. ایونت اومدم با یه پک اوپنینگ آتالانتا اومدم بکنبایر بزنم. بعدی هم میریم ایزی میزنیم. یه بکنبایر میخوام. اوه بالون اومد یعنی یه چیز خوب داد. یا مودریچ یا دیویس فکر کنم یا مودریچ ایناست دیگه. اوکی بریم ببینیم کیو بهمون داده. نه جی کی بهمون داده. اوکی یه ستاره اصلا. خب چرا اونو بنفش و چیز میکنین که پدر شلم نمیخوره. خب 9 تا دیگه داریم. تا اون بعدی ها بخوام بدن شما حتما کانال رو لایک کن، کانال رو ساب کن داداش. ساب کن، لایک کن، کامنت بذار. هر پکی که میخوای بزنیم من برات اگه تونستم میزنم. بذار ما بریم یکم اذیت بکنیم اینو. چند بار بریم تو این پک ها. بچه داخل این پک هم من آنتونی رودیگر رو زدم. آره دیگه. حالا میخوام این بازیکن 5 ستاره CF رو بزنم. خب بریم بزنیم بکنبایر رو. بعدی هم بچه سری این ویدیو. اوکی نه بد داد. فکر نکنم خوب داده باشه. اوکی اینجوری میشه بد داده هستی. آره بد داد. خیلی پلی بچه داخل این بکنبایر خیلی پلیر بچه. نگاه الان مثلا 4 تا که اینجا نگاه کن. من فقط بیام اصلا گوشیم لگ میزنه دارم میام پایین بالا. 1 2 3 4 5 6 بایستین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ضرب در 4 میشه حدودا فکر کنم یه 12 ضرب در 48 با 2 میشه 50 تا پلیره. حالا بریم بزنیم. منم حدودا الان یه 7 بار زدم. 8 بار دیگه مونده. من باید یه پلیر خوبی اینجا در بیارم. حالا بکنبایر بده که دیگه چه بده. خیلی هم خوب. اوکی نه این پک خوبی باشه. این پک خیلی احتمالا این پک خوبیه. آره خیلی خوبه. حاجی بکنبایر. نه دیویس. یس آره دیگه لگ زدیم. دیویس من دیویس نه 83. آره داشت به دردم میخوره دیگه. میتونیم بذاریم تو ترکیب. حالا اونا هم هر واسون گرفتیم. اگر به دردمون بخوره میذارم تو ترکیب. اگر هم نخوره که هیچی ولشون میکنیم. مربی من گذاشتم آنجلوتی دیگه. یعنی هر پلیر بذار توش مثلا 5 نه نسبت به خود پلیر مثلا یا 2 تا یا 3 تا اینا رو میذاره روش. هفتمی هم زن واسه من یه بالا پایینیشم بکنم. این پکو چند بار بالا پایین کنم. 50 تا پلیر بچه من دیویس داره بردم. تا خیلی بازکن دیگه هم داره بردم. خب ما میریم داخل پک روی پک های دیگه هم میزنیم. خدایا یه بازیکن خوب بده دیگه الان. اوکی
یا علی یا علی یا علی. دیویس داد. من تا این 11 تا رو باید خالی کنم. از این بالون رو فکر کنم پلیر خوب داد، نمیدونم. ایو فش ها بزنه با بالون. نه خوب داد آجی. مودریچ وای مودریچ دیگه. ببین این روشو بریم راحت بدین پلیرها رو چی میده. الان من مودریچ و دیویس و پشت سرم گرفتم دار. یه رشفوردم بهم بده که دیگه خیلی خوب میشه. واسه من یه پک رو دوباره پایین بالا کنم دوباره یه بارم جی لیگ و حالا میایم پکاش. این پک هم زیر رو میکنیم. اوکی. خب بچه اوکی دیگه وقتشه از 50 پلیر ببینیم بکنبایر یا رشفورد رو بهمون میده و یا بچه ها نمیده. اوکی زدیم پکو زدیم. اوکی بالون رد شد، یعنی یه پلیر خوب تقریبا. نه حاجی زیاد خوب نیستیم پلیر. نه رینتیا نمیشناسم داشت اینا اصلا هیچ اینا رو نمیشناسم. پلیرهای مناطق محروم هم. واسه من لازم دوباره اون لگا رو بزنم. ویدیو 6 دقیقه شد. بذاریم یه لگا دیگه هم تست میکنیم. اینا رو هی پریمیر لیگ هم یه باز بکنیم و کلا که همه رو فکر کنم باز کنیم. حالا بریم وقت پکن بایره. این هم یه زیرو رو میکنیم. بچه ها دیدین دیگه ما یه روشی رو رفتیم. پوی سرم هم مودریچ داد هم آنتونیو دیویس و آنتونیو نمیدونم ایناست. دیویس رو بهمون داد. اوکی ما هنوز چند تا شانس 5 تا دیگه ریمینینگ یعنی شانس داریم. کمشون هم رایگانه با ایونت ها رفتیم اینا رو گرفتیم جمع کردیم. نه نداد. حاجی ای خدا دیگه اینجا لگو اینا نمیزنم. حتی بزنیم من یه توضیح بکنم. خب پک اولی هم خدایی نه خوب نیست. اگه بخواین چی کنی، اگه میخواد پک بزنی از نظر من بیا این پک مال اسپانیا مال هافبک هاشو بزن. خیلی خوبه بچه. ژاوی اینیستا داره، کاکا داره، بعد بری توش هم کلی هافبک مثلا مودریچ و اینا داره. البته مودریچ نه تونی کروس و اینا داره. بزنیم بکنبایر از همینجا لازم نیست بریم توی پک. اوکی خوب داد ولی بالون نیامد. من به نظرم یا رشفورد داده نه شروور داده. اینا رو من چی کنم؟ اینا من نیمکت تعویضی هم نمیذارم داداش دیگه. بقیه‌شو بدون لگوباک امیدوارم یا رشفورد بده یا بازیکن خوب بده دیگه. حاجی خوب نداد. الان اسکیپش میکنم ببین. نه گفت نه بکن باید نه نداد. اوکی چند تا شانسی ما آقا 2 تا داریم. اگه این توی 2 تا بکن بایر یا رشفورد داد یا هر بازیکن تو باید لایک کنی آقا. لایک باینه ساب کن. سابامون این مدت ریخته بچه. از 619 شدیم 614. اوکی فش نزد بازی بده ولش کن بده. آقا یکی دیگه مونده. من میدم به اون. اگر رشفورد رو داد که اوکی من میخوام حله. اگرم رشفورد رو نداد بهش بکن بایر رو داد حله. ببین ولی یکی یا مودریچ یا بکن بایر رو بده یا رشفورد رو بده داداش. من رشفورد بابا اون فشه میزد الان بهمون یه چی داده بود. ای خدا این چه مسخره این چی الان لیگ آرژانتین و درد چیه من میخوره. با اگه ولت کرده بودم الان بازیکن تکراری یا سیانه کردی که نده بهم اوکی الان بهم کل بازیکن ها رو تکراری داده بود. ولی شانس هم خدای دیگه شانسمون تست کردیم دیگه سفیدیم. پکی بکن بایرم رفت. خواستم دوباره هنوز بزنمش. خب دوستان مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. آره میدونم که طولانی بود ولی لایک کنید حتما کانال یوتیوب البته بزنید تو ترکیبم
بریم بذاریمش ببینیم اوورالش چند شده. خب بهمون اینا داده، 2 تا هم بهمون خدا اینا داده. هنوز هم میتونستیم پک بیکنبایر رو بزنیم اگر اینا رو نمیزنیم، ولی خب دیگه مودریچ و آنتونیو دیویسش رو در آورد، آلفونسو دیویسش رو در آوردیم، وارد تیمم میشه. بچه تیمم که مسخره است، آره میدونم، ولی اوکی بریم حل. خب البیمون البی بهتر دارم، آره دارم، ولی بذار دیویسمون حالا بذاریم تو ببینیم چند میشه. 85 میشه. حالا CF هم مودریچ 100 مودریچ داداش برش پایین تر. حالا شد. آره خب ما اونم حالا بند خدا هم بیاریم تو. این DMF هم بهم داده ولی 81 که بزنیمش اینجا ببینیم. نه خوب نشد. آره هم نمیذاره. حالا بچه بعدا ترکیب دوباره درست میکنیم. مرسی که ویدیو دید، حتما لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید، ویدیوی کانال رو یوتیوب چک کنید و حتما ویدیو دیگه مونم ببینید. تا ویدیو بعدی، بای بای.